دوستان سلام. امروز میخوام کابوس اول از اون 5 تایی که قول دادم شروع بکنم. میخوام با زمانها شروع بکنم. هممون میدونیم زمان به 3 گروه گذشته، حال و آینده تقسیم میشه. با همین الگو هم به شما تقدیم میکنم: past، present و future. تون میگم که به همش برسیم. عضو اول خانواده گذشته اسمش از past simple. past simple یعنی چه بچه؟ مفهومش یعنی اینکه آقا گذشته ساده. خب مفهومش چیه؟ یعنی یک کاری در یک زمان مشخصی در گذشته انجام شده، زمان توش داشته باشه. مثلا دیروز رضا رو دیدم، گذشته ساده. چرا؟ چون توش زمان داره. خب 2 گروه هم فعل کمکی نیاز داریم برای اینکه بتونیم منفی و سوالیش بکنیم. وظیفه فعل کمکی این بود دیگه. اگه فعل انجامی بود با دید، چه منفی چه سوالی. اگه فعل بودنی بود با was over. مثلا من رضا رو دیروز دیدم میشه چی؟ I saw رضا yesterday. حالا میخوام بگم رضا رو دیروز ندیدم، I didn't see رضا، چون خودش دید گذشته است دیگه، سی رو گذشته نمی کنیم. انجامی ها شد اینا. بودنی ها چی؟ مثلا I was home yesterday، دیروز خونه بودم. حالا میخوام بگم خونه نبودم، I wasn't home yesterday. سوالی were you home yesterday؟ تمام شد. این شد گذشته ساده. تیک. عضو دوم past continuous یا همان گذشته استمراری. معنیش چیه؟ یه کاری داشته انجام میشده که یه فعل دیگه اومده قطعش کرده. داشته انجام میشده یه چیز دیگه قطعش کرده. 2 تیکه‌ایه. این چیه بچه‌ها؟ همون داشتم فارسی دیگه. was over ing. مثال: وقتی داشتم درس میخوندم برق رفت. وقتی داشتم درس میخوندم برق رفت. اینو باید قطعش کرد، برق رفتنه. انگلیسیش when I was studying the power went out. when I was studying the power went out تو باید شده اون وقفه بینش بیفته. سوال: آیا جای جمله پای و پیرو میتونم عوض کنم؟ آره. The power went out when I was studying. چون خودش was و were هم داره، با همین منفی و سوالیش میکنه. I was I wasn't. I was were you. این شد گذشته استمراری. تیک. عضو سوم past perfect یا همان گذشته دور یا قدیمش گفتم ماضی بعید. این یعنی چی؟ 2 تا کار، اصلا تو تعریفش هم این هست. 2 تا کار که در گذشته انجام شده ولی یکیش از اون یکی قدیمی تره. نمادش تو فارسی چیه؟ بود. همون معادلش تو انگلیسی چیه؟ had. خب had که بیاد باید بعد فعل چجوری بیاد؟ پی پی باشه دیگه، ستون سوم، که هم تو آخر جزوه من هست هم آخر کتابای درسی معمولا میذارنش. مثال فارسی که خوب درکش بکنم: وقتی پلیس رسید دزدا از اونجا رفته بودن. رسید رفته بودن. کدوم قدیمی تر کدوم جدیدتر؟ خب پلیس که رسیده جدیدتره. ترک فعلا، ترک اون افعال توسط اون دزدا قدیمی تر. had پی پی. فرمول مثالش: when the police arrived thieves had left the scene. had left قدیمی تره، نزدیک تره، گذشته ساده. چون خودش had توش داره با همین نماید منفی و سوالیش بکنیم. بریم سراغ عضو چهارم که پرکاربردترینش هم هست: پی پی یا همون present perfect. تقریبا همون شنیدیمش present perfect. آره، اون موقع میگفتن ماضی نقلی، الان میگن حال کامل. خب مفهومش چیه؟ یه فرقی با گذشته ساده داره. اینجوری مقایسهش بکنم که درکش راحت تر بشه. آقا پی پی یعنی چی؟ یعنی که گذشته‌ای که مشخص نیست، دقیق نیست، ولی میدونم گذشته. خب یعنی چی؟ مثلا وقتی من میگم اخیراً، معلومه که کیه؟ دقیقاً معلوم نیست که کیه که، ولی مطمئنم گذشته است. 3 تا نماد داره که این اخیراً معلوم شه: recently، lately، newly. چه فرقی میکنه؟ هیچ فرق. هر 3 تاش یکیه. چون ترجیحاً به زمان اشاره میکنن، اگرچه نامشخص هم ولی با زمانن دیگه، بندازینش آخر جمله. مثلا برادرش به تازگی ازدواج کرده است. His brother has married recently یا newly یا lately. has married. آقا پس have چی بود؟ has مال سوم شخص هست، have مال بقیهش. سوالی منفیش چی؟ با همین هوا هست کار داریم. حالا پی پی خودش 2 تا زیر مجموعه داره: پی پی با ever. هر زمان من بخوام آقا از یک ازلی تا الان رو بپرسم، چی کارش میکنم؟ بپرسم، نه در موردش حرف بزنم. مثالش: آیا تا کنون به فرانسه سفر کرده ای؟ تا کنون یعنی از اون تا الان. از اون اول تا الان. بسیار. این چی میشه؟ Have you ever traveled مثلا to France؟ یا Have you ever been to France؟ ever تو سوال. این عضو دومش. عضو سوم خانواده پی پی میشه present perfect continuous. معنی این چیه؟
شروع یک کاری از یک گذشته مشخصی تا الان ادامه داشته باشه، به این میگیم پی پی کانتینیوس. خب پی پی کانتینیوس شد. پس این مثال خودم میزنم، هر کسی مثال کار خودشو بزنه راحت‌تر متوجه میشه دیگه. آقا من 20 ساله که درس میدم، یعنی از یک مشخصی تا الان و احتمالاً تا آینده. میشه چی؟ I have been teaching English. have been teaching. پس have been فعل ing دار. سوم شخص باشه چی؟ has میگیره دیگه. منفیش هم همینطور، سوالش هم همینطور. این شد خانواده پی پی. بریم سراغ آخرین عضو خانواده گذشته به اسم used to. اولا شبیه use هست ولی نیست. سه بچه ها used to. خب این یعنی چی؟ مثل پی پی هم از گذشته ساده کمک بگیرن. یه فرق اساسی با گذشته ساده داره. اون چیه بچه ها؟ که آقا وقتی من میگم گذشته ساده، فعل این جمله گذشته ساده است، یعنی زمانش دقیقا مشخصه، یک بار تمام، یک بار اتفاق افتاده تمام. used to فرقش چیه؟ used to دیگه یک بار نیست، به یه فعلی که در یه گذری، در یه گذشته مشخصی توی بازه‌ای هی انجام میشده به شکل تکرار میشده، نه اینکه شد. مثلا آقا جوان‌تر که بودم ورزش میکردم. I used to exercise. ورزش میکرده. پس مفهومی، ضمنی، تلویحی معنیش چیه؟ دیگه این کارو نمیکنه، تکرار میکنم. فرقش با گذشته ساده چی بود؟ گذشته ساده یک بار میشد تمام، این یکی نه، چندین بار میشده دیگه الان نمیشه. این شد گذشته، بستیم کنار. بریم سراغ حال. حال یا همون present. past present فقط بچه دو تا عضو داره، حال ساده present simple و present continuous یعنی حال استمراری. خب معمولا هرچی ساده است استمراریش هم هست. حالا هر کدوم از این دوتا سه تا معنی یا سه تا کاربرد دارن. معنی اولی present simple، سه تا معنی fact، routine، schedule. fact یعنی چی؟ آقا من میخوام از وقایع صحبت بکنم که علمی محوره، واقعیت محوره. مثلا من معلم هستم، یه واقعیتیه دیگه. I am a teacher. پس نیاز دارم به حال ساده. دومیش روتین، کارهایی که بر اساس یک الگوی رفتاری تکراری انجام میشه. مثلا هر روز صبح بیدار میشوم. I wake up every morning. روتینه. سومیش اسکیجول، یعنی طبق یک جدول زمانبندی کارهای انجام میشه. خب این که همون شد روتین که شاید، ولی تفاوت روتین با اسکیجول چیه بچه؟ روتین آدمه، یعنی اموری که به انسانها ربط داره. اسکیجول چی؟ به اتفاقات، به رویدادها، به آدم ربط نداره. مثلا وقتی من میگم قطار هر 8 دقیقه میرسد، به آدم مگه ربط داره؟ این یه فعلی که طبق یک زمانبندی انجام میشه. اما ساختار هر سه تاشون یکیه، تکرار. سه تا کاربرد پرزنت سیمپل چی بود؟ فکت، روتین و اسکیجول. منفی مثبتش هم با هر فعلی که بود دیگه. حال ساده اگه انجامی بود دو داز، اگر بودنی بود امیزار. عضو دوم present continuous، اونم گفتم چی؟ سه تا معنی و کاربرد داره. اولیش now یعنی همین الان، دارم صحبت میکنم. I'm speaking. to be ing. بسیار خوب. عضو دوم arrange the near future یعنی آینده نزدیک. خب آینده نزدیک یعنی چی؟ رفت جلو که شد آینده، ما هنوز تو حالیم. نه، قرار. وقتی شما با یکی قرار داری یعنی چی؟ یعنی میخواد انجام بشه دیگه، به زودی داره انجام میشه. این بهش میگیم آینده نزدیک یا همون قرار. present continuous استفاده میشه. و سومیش ongoing، هر چیزی که شما درگیرش هستی، پروژه است، این روزا در حال انجام شدن. مثال میزنم از دومی و سومی معنی. اولیش که نبود گفتم بهتون. دومیش غروب علی رو میبینم. I'm seeing Ali this evening. I'm seeing Ali this evening. حالا اگه this evening آخرش نگم چی؟ یعنی الان دارم میبینمش. پس بچه دقت کنین، اگر میخوایم قراره رو استفاده بکنیم یعنی آینده نزدیک باشه، حتما باید تای جمله زمان داشته باشه. اگه نگم چی میشه؟ یعنی الان داره این اتفاق میفته. برای کاربرد سوم ongoing چی؟ مثلا من آقا میخوام مهاجرت بکنم، خب زبان بخونم، آیلتس بگیرم دیگه. میگم چی؟ I'm working on my English these days. این روزا دارم رو زبانم کار میکنم. حال استمراریه ولی یه ongoing، یه فرایند نشون میده. این کل حال شد. تیک. بریم سراغ فیوچر آخرین عضو خانواده زمان. از حیث سختی و اهمیت سخت‌ترینش گذشته است. پست
که اون اعضایش رو سریع گفتم بهتون. کوتاه‌ترین و کوچکترین و ساده ترینش حالا که خب خوندیمش فقط 2 تا عضو داشت. اما سومیش که آینده هست پرتراکم ترینشه، پرتراکم ترین، نه لزوما سخت ترینش. خب دونه دونه اعضاشو میخونم و مفهومشو میگم و مثال فرمول الی آخر. اولین عضوش to be going to. خب to بیش که معلومه دیگه امیز آر باید بیارم. going to خب بعدش چی؟ اولا بچه این going با اون going فعل یکی نیست، اون یه چیز دیگه است. این going to با هم میاد. ضمن قبلش با توجه به فاعلش to be داره. to be ها کدوم ها؟ ام is are ام مال کدوم فاعل؟ I is مال سوم شخص he she it و are we you they. پس یکی از اینا going to. بعد جلوش چی باید بذارم؟ فعل. به چه شکلی؟ ساده، چون تو داره دیگه. تو نماد مصدر فعل من باید ساده باشه. خب کجا بیارمش؟ هر زمان تو آینده من 3 تا منظور داشتم باید to be going to بیارم. اولیش intention، قصد دارم که یه کاری بکنم. I'm going to study French. میخوام که فرانسوی بخونم. در مورد قصدش صحبت کرد. پس going to. منفیش چطور؟ I'm not going to. سوالیش are you going to. مثل هم حال ساده دیگه. به شرط بودنی to be بود دیگه. to be هم با توجه به فاعل فقط باش کار میکنیم. یادتون باشه نمیتونی من یه فعل غریبه بیارم تو. هرچی که اون تو هست باید استفاده بشه، چه برای منفیش چه برای سوالیش. کاربرد دوم پلان. هر موقع برنامه ای داشتم، مثلا آقا برنامه دارم فلان کارو بکنم، یعنی کی؟ آینده است دیگه. میگه چی؟ I'm going to do that. هر چی که هست این کارو میخواد بکنه، این کارو برنامه داره انجام بده. سومیش based prediction، پیش بینی بر اساس مستندات. پیش بینی بر اساس مستندات یعنی چی؟ مثلا من میرم بیرون میخوام قدم بزنم، یه لباس نامناسب پوشیدم برای اون فصل، برای اون هوا مناسب نیست. نگاه میکنم ابرها هی دارن میرن تو هم دیگه، نگاه میکنم بر اساس این استناد میکنم میگم ببین میخواد بارون بگیره ها. ببینی پیش بینی کردم بر اساس یه چیزی. یا یه راننده تو خیابون همون احتمالاً دیدیم دیگه، ویراژ میده چپ و راست میرم این الاناست که تصادف کنه. بر اساس این مستند من اومدم پیش بینی کردم. اینم going to. میگم چی؟ He's going to have an accident. It's going to rain. پس 3 تا کاربردش intention، plan، based prediction، قصد، برنامه، پیش بینی بر اساس مستند. این شد to be going to. بذاریمش کنار. عضو دوم will که معمولا بچه‌ها going to رو با will قرقاتی میکنن. الان بازش میکنم حل میشه قضیه. 4 تا کاربرد داره. اولی decision، تصمیم. آقا من میخوام از این به بعد این کارو بکنم، تصمیم گرفتم که این کارو بکنم. I will do that. منفیش I won't do that. سوالیش will you do that. کاربرد دوم promise، قول میدم که فلان شود. I will do that. آقا قول میدم که فلان کارو انجام بدم. منفیش دوباره won't و will. سومیش offer، به یکی پیشنهادی میدی، مثلا داره اساس کشی میکنه، میگه فردا میام کمکت میکنم. I will help you tomorrow. یا آفری بهش دادم. و 4میش prediction. آقا to be going to هم که گفتی prediction، نه اون based prediction بود. این prediction خالیه. based یعنی بر اساس مستنداتی من پیش بینی میکردم. این فقط prediction. مثلا he will do that, he will go there, he won't do that. اصلا هیچ استنادی به چی نکرده، فقط گفته فلان طور خواهد شد که فلان کس فلان کار خواهد کرد یا نخواهد کرد. همین. منفی سوالیش هم دوباره با ویل. خوبیه بچه ویل چیه؟ دیگه کاری نداره فاعل چیه، هیچ فرقی نمیکنه. از اول شخص تا آخر جمع باشه فقط با ویل کار داریم. فعل جلوش هم حتما ساده مثل going to که تو داشت. سومیش می و مایت احتمال وقوع چیزی نشون میده. آقا فرق دارم با هم؟ نه. می مایت چیزی، مثلا I may see him, I might see him. فعل جلوش هم ساده باشه. ششمیش future continuous. آقا 4 و 5 چی شد؟ همون حال ساده است و present continuous که الان باز نمیکنه، مثلا نیازی بهش نداریم. future continuous هر چیزی که ساده داره استمراریش هم داره دیگه. فلان چیز خواهد شد. خب چه فرقی داشت با آینده سادهش؟ با ویل چه فرقی میکنه؟ میگه آقا مقایسه آینده مشخص با الان، مثلا فردا همین موقع مشغول استادی خواهم بود. This time tomorrow I will be studying. مقایسه زمان مشخص با الان.
و آخریش ساده هرچی باشه پرفکتش هم هست دیگه، فیوچر پرفکت. وقتی که اسم پرفکت میاد پس یه هوی دارم، هاف که بیاد باید پی پی قسمت سوم باشه. فیوچر هم که روشه پس ویل هاف پی پی. مثلا فلان طور خواهد شد، تکمیل میشه تمام. it he will have done something. این شد بچه ها کابوس اول. امیدوارم که حسابی درتون بخوره. مجبور شدم تونتون بگم که همه اینا رو معرفی کرده باشم. یادتون نره زمان بسته نمیشه. من کلیات رو معرفی کردم به سریع ترین شکل ممکن. تحلیل هر کدوم از اینا، مثال های کاربردی هر کدوم از اینا خودتون میدونین. حتما وقت لازم داره. منتظر کابوس دوم باشین.